قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. ما یک وعده داده بودم که اگر خداوند متعال توفیق عنایت کرد یک بحث را راجع به معارف اسلامی و تصوف اسلامی تو کم کم به پیش خواهد بردیم و موضوعات را انشاءالله به حسب اسلوبی که با کتاب الله جل جلاله و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و با اقوال علمای بزرگوار ما ربط داشته باشد دور انشاءالله بیان خواهد کرد. روی از ما سلسله که به این شکل اگر خدا توفیق عنایت کرد به پیش خواهد بردم یک موضوع است که تعلق دارد به این معارف بزرگ دینی ما شما. بنابراین همیشه افراط و تفرید در حقیقت وسیله است برای از بین بردن اصل اهداف دینی. آنانی که مطلق سر اصطلاحات بسیار محکم میچرخند و اصطلاحات به اصطلاح او را دلیل میگیرند برای نفی یک شی در حالی که اصل موضوع را ترک میکنند، او هم جایگاهی نیست که نباید سرش دقیق عطف توجه کرد. و آنانی که کاملا سر موضوعات چنان منهمک میشن که استدلال به کتاب و سنت را در انزوا قرار میدن، در حقیقت اونا هم اشتباهی کردن و نباید به اصول پیش بروید. روی اساس آنچه که قرآن کریم به ما شما پیشنهاد میکند و تذکر میدهد و به عباره دیگر با عرفی که افغانستان دارد، صوفی یعنی کسی که ذکر الله جل جلاله را میکند. ما هم میخوایم که پیش از اینکه سر اصطلاحات بحث بکنم اول موضوع از این شروع بکنیم که ذکر چی را میگوید و در قرآن کریم این کلمه با چی مفاهیم به کار برده شده و هرگاه که میگیم که فلانه ذاکر است، این مفهوم ذکر خود به خود برای ما شما یک انسانی که متدین است به احکام دینی و یاد الله جل جلاله را همیشه ورد زبان خود میسد در ذهن ما انشاءالله تداعی میکند. بنابراین صوفی در عباراتی که ما شما داریم عبارت از ذاکر است، کسی که یاد الله را میکند. خود مسئله ذکر در قرآن کریم و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به اشکال مختلفی به کار رفته و به او تشویق صورت گرفته و در حقیقت معارف است که استغنای یک انسان از او در حقیقت به نابودی از او منجر خواهد شد. ابن فارس در کتاب خود ذکر میکنه که کلمه ذکر یعنی زال و کاف و را این دو اصل متفرع از خود دارد. یکی مذکر کسی را میگه که از او اولاد به اصطلاح ذکر تولد شود. اصل دومی که ذکرت شیء به معنای خلاف نسیتوه است، یعنی کسی که چیزی را فراموش نمی کند. ذکرتو به معنی که فراموش نمی کند. بعد از او باز این حمل شده به ذکر زبانی که به زبان تذکر داده می شود. میگم ذکر به معنای علا و شرف هم اطلاق شده است. فیروزآبادی کتاب بسیار بزرگ داره به نام القاموس المحیط. در او هم میگه ذکر به معنای حفظ شی است، یک چیزی را نگاه کردن است، یک چیزی را نگاه بکنید. از طرف دیگر باز میگه که ذکر ضد نسیان است، یعنی از جمله وقتی میگه ذکر به معنای که نفراموش کردن و نسیان همانا ظهور است، یک چیزی از حافظه دور شدن را میگوید.
و ذکر خداوند متعال عدم نسیان الله جل جلاله در اوامر و نواهیش است و حضور فکر و قلب است با یاد از پس معنای لغویش ای است و در قرآن کریم کلمه ذکر به معانی مختلفی بکارند. ذکر در قرآن کریم به معنای دین الله جل جلاله است و در قرآن کریم توضیح شد. الله می فرماید در سوره مبارکه انبیاء آیه 7 او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، آیا شما تعجب میکنین در این باب که این که بیاید برای شما ذکر ای دین من ربکم از طرف پروردگارتان علی رجل منکم بر قلب مردی از شما، دی تعجب میکنید؟ حالا که جای تعجب نیست. تو چرا تعجب دی میکنی که دین را خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داد که از او طریق به تو برسد؟ دی چی جای تعجب است؟ در حالی که خودت معتقد هستی که ابراهیم پیغمبر خدا است، در حالی که خودت معتقد هستی که حضرت موسی پیغمبر خدا است، حضرت عیسی پیغمبر خدا است. وقتی که این اعتقادات به انبیاء گذشته وجود داره، پس جای تعجب داری چی است که این دین به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیاید و از او طریق تو این دین را بگیری؟ آیا جای تعجب است؟ پس مفهوم این را گرفتیم که ذکر به معنای دین میآید و یکی از کاربردهای بسیار بزرگی است که ما میتونیم که در درس‌های بعدی باز از این استفاده بکنیم که وقتی که اقام مهم شد پس چی را در ذهن ما تداعی میکنه. ذکر به معنای علم به دین الله جل جلاله است، علم به دین الله جل جلاله. از این خاطر الله میگه که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، پیش از تو هم ما کسای دیگر را که معارف دینی را به مردم معرفی میکردن اونا نبودن مگر مردای مانند شما، رجالا نوحی الیهم، مردانی که به اونها وحی شدن. روی این اساس هرگاه مشکلی پیدا کردی در مفاهیم دینی فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پس شما هم پرسان بکنین مسائل دینیتان را، مسائل معرفی دینیتان را از اهل ذکر یعنی از علما پرسان بکنید. در آیه که اول تذکر داده شد اونجا ذکر به معنای چی بود؟ به معنای دین بود. حالا اینجا چی میگه که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما از اهل ذکر یعنی از اهل دین مسائل دین پرسان بکنید. چقدر زیبا گفت است در اینجا برای ما. شما از اهل دین مسائل دین پرسان بکنید و این یک نکته بی نهایت مهم به ما شما میدن. یعنی چی؟ شما هرگاه که مریض میشن پیش دکتر میرینی از اون میگی دلم درد میکنه، چشمایم درد میکنه، چی دوا بخورم، نسخه برات میدهد، اما مسئولش است. در برخ مشکل بیار شما پیش متران میرین، پیش برقی میاری از او پرسان میکنی. این دین بیچاره اتو یک موقعیت پیدا کرد که هر کس در دستک زده است. شما فکر میکنن عجیب و غریب است، هر کس که میره باز در دین دستک میزنه. شما باور بکن هیچ حق از این کسی ادا نمیکنه. هر کسی که از پیش پرسان بکن در دین نظر خود برد میده، بس پیش پرسان بکن یا برادر گلم تو می دین نمیفهمی؟ نه که نمیفهمی، نماز در یاد نداری، پس چون مسائل دین تضمین میدی. و شما این عملا در این نشست ها ببینید یک نفر میشینه در جای دین بیان میکنه، عبادت بیان میکنه، واسه کسی پیش پرسان میکنه واسه ما عالم نیستم که عالم نیستی بد میکنی که جا ششتی یا دین بیان کرده رویستی، در حالی که قرآن چی میگه؟ فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. شما از اهل ذکر پرسان بکن در که نمیدونید. پس این یک نکته بسیار مهم بر ما قرآن کریم میده که ذکر به معنای علم به دین الله جل جلاله است. مشکل پیدا کردی او طرف برو. پیغمبر خدا علیه السلام هم یک جای میفرماید که خذوا العلم عن العلماء، علم را از علما بگیرید. بعد توضیح میشه که علم همیشه از علما گرفته میشه، العاملین، علم را شما از علمای عاملین بگیرید. دیگه میگه ان هذا العلم دین، همین علم اسلام دین است، در ذات خودش دین است.
پس خوب بیاندیشید که عمن تأخذون دینکم، همین دین از کی میگیری؟ این ملتفت شو. هر کسی که برات میگه از اون گرفته نمیشود. این دین اسلام دین است، پس این دین را از اهلش بگی، از عاملش بگی. و این موضوع بسیار دقیق است، تجربه به ما بسیار ثابت کرد. هرگاه اسلام را از استاد بگیری، یعنی زانو بزنی، شاگرد شوی و مفاهیم بگیری، جایگاه این علم با او علمی که یک دو کتاب مطالعه بکن و از کتاب شخصی بگیری، به نهایت تفاوت دارد. چرا تفاوت دارد؟ استاد در ضمن که علم برد میده، تربیت برد میده، تو را وادار میکنه، سلوکت، رفتارت، نشستت کل زیر کنترل میگیرد، کل موضوعات بعد گفته است. بنان میگه دین در حقیقت ذکر به معنای دین شد، ذکر به معنای علم به دین الله جل جلاله. ذکر یعنی که هرگاه دین شد و به معنای علم به کتاب الله شد، در این صورت باز وسیله می شود برای چی؟ برای توبه. وسیله شد برای توبه. بسیار دقیق شد. اول علم ذکر چی شد؟ دین شد. ذکر علم به دین شد. وقتی که علم به دین شد، خود به خود سوم مفهوم را برد میده که ذکر وسیله است برای بازگشت به الله جل جلاله، برای دور خوردن از اعمال ناشایسته به اعمالی که مطابق به شریعت خداوند بود. پس سوم مفهوم را ذکر داد به معنای توبه. چرا قرآن کریم میگه والذین اذا فعلوا فاحشة، و آنانی که چون بکنن یک عمل فاحش را، عملی که عقل و شریعت او را تایید نمیکنه، اینش میگن فحش میگه، نه عقل او را تایید میکنه و نه هم شرع را تایید میکنه. این تو یک عمل زشت را کسی انجام داد، او ظلموا انفسهم، یا بر خود ستم کرد، بر خود ستم کرد، حکم خدا برش معلوم بود، برخلاف حکم خدا را. فحش خود گفتم که نه عقل او را میپذیرد و نه شرع. بعضی وقت هست که ظلم است، ظلم شرع چیز را نمیپذیرد و خواسته های تو را میپذیرد. مثل چی؟ رشوت خوردن، مثل دزدی کردن، مثل قدر خیانت کردن. ببینی که یگان بار عقل وقت میگه یک چند بار بگی و تندار باز توبه بکن، فریبت میدن، شهوتت، خواسته های. اگر چنین کار هم آمد، چنین انسانی بود، ذکر الله، باز الله را به یاد آورد، صحیح شد؟ یعنی علم به شریعت پیدا کرد. فاستغفروا لذنوبهم، باز طلب آمرزش کردن برای گناه های خود. و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی است که گناه را میبخشد جز الله جل جلاله. ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، بعض اصرار نکردن با گناهی که کرده بودن در حالی که باز میدونن که گناه هست، باز دیگه نمیکنن. اینجا هم ببینید که آنانی که فحش کردن یا بر خود گناه کردن، بعد از او ذکر الله، الله را یاد کردن. یا الله را چی رقم یاد کردن؟ این شریعتش یاد گرفتن. الله را چی رقم یاد کردن؟ بعد از او باز به اهل علم رفتن یاد الله جل جلاله، یعنی فهمیدی، و یا هم در مجالس دین ششتن، خود به خود زمینه رو مساعد میکنه که انسان از گناه دور شود. پس ذکر به معنای چی است؟ به معنای وسیله برای توبه و بازگشت به الله جل جلاله. ذکر وسیله است برای خوف و ترس از الله جل جلاله، زیرا که وقتی قانون بر بیان شود، یک بعد از او قانون تو به مجالس اهل علم بشینید، دو و سوم راه توبه را برای تو نشان بدهد، سه بانهایت یکی پی دیگری قطع کرده رویست، بانهای از بین میبرد. ولی نمیفهمیدم از بین رفت، خبر نبودم از بین رفت، ولی جای نشستن نبود، صاحب بر نشان داد اهل علم دیگه بانه را از بین میبرد. بانه را که از بین میبرد دیگه خود به خود ترس در وجودت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ ترس پیدا میکنه، تو خود به خود میترسی که ولی گپ دیگه رقم شد. از این خاطر الله جل جلاله ایرام ذکر میکند که الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، آنانی که چون الله را یاد بکنند با دلهایشان چی میشه؟
در رپش می شود، دلشان دیگه در تکان می خورد دلشان از ترس الله جل جلاله که الله راه خود نشان دادی، مجلس هم دارم دادی، علم هم دارم دادی، پس حالی که می کار نمیکنه پس از مگه دیگه بدبخت انسان خودت ملامت میکنی. پس ذکر به معنی چی شد؟ ذکر وسیله برای ترس از الله جل جلاله. از خاطر میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، جز نیست که از الله بیشتر مردم که میترسه کیست در گروه ها؟ علما هستن، زیرا فهم دارن از این موضوع. وقتی که یک انسان از خدا ترسید طبیعیه که به او طرف دیگه دست نمیزنه. ما شما میترسیم که اینجا یک ساکت برق هست، دست زنی در روی چی میشود؟ میگیریدن، باز اونجا دست میزنی؟ نه. جهل انسان بر موضوع وادارت میکنه که خلاف قانون حرکت بکنه. پس وقتی که ترس زمینه مساعد میکنه به عدم مخالفت از قانون، وقتی که دست نمیزنید به اون طرف نزدیک نمیشه، نوعی از اطمینان فرا میگیره تو را، وجودت مطمئن میشود، آرام میشی از تشویش. از این خاطر ذکر در حقیقت سبب است برای طمانینه، سبب است برای آرامش، سبب است برای اطمینان به دلت. الله جل جلاله میفرماید که الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. پس میگه که آنانی که ایمان آوردن و تطمئن قلوبهم بذكر الله و به مفاهیم دین، به مجالس دین، به سبیل توبه و به ترس از الله جل جلاله دلشان مطمئن شد. الا آگاه باشید بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خوب آگاه باشید که به یاد الله جل جلاله قلب ها آرامش پیدا میکنند. الله اکبر. این مفاهیم یک پیدا دیگر بگیریم. چقدر یک مفهوم بزرگ را قرآن کریم میده و چه تسلسل زیبایی در این آیات ها الله جل جلاله برای ما شما داد. وقتی که این شد حالی دیگر پیام میدهد، کل گپا را فهمیدن. پس سر تو لازم است، سر تو واجب است که باید یاد الله را بگیری. به همین مفهومی که ذکر شد، دین یاد بگی، در مجالس بشین، سبیل راه برای توبه پیدا بکن. تو از الله باید بترسی، در وجودت باید اطمینان باشد به صحت از دین و به صحت معرفت الله جل جلاله. بنابراین کل چیز را گرفتی؟ بله گرفتم. بس الله میگه که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بس یک چقدر بلندی بردم داد. آنانی که یذکرون الله را یاد میکنند. چی رقم یادش میکنند؟ قیاما، در وقتی که ایستاده هستند، و قعودا، در وقتی که نشسته هستند، و علی جنوب، و پهلویشان، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و کائنات می اندیشند، و نتیجه می رسد ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار اینا پوچ پیدا نکردی. وقتی که پوچ پیدا نکردی، از جمله مخلوقات یکی هم ما هستم، ما پوچ نیستم. ما جایگاه دارم، ما مسئولیت دارم، ما خوب و بدم اشناسم، اینجا شریعت و علم و علما همه در اختیار ما قرار گرفته. بنان بازم که یگان غلطی میکنم فقنا عذاب النار، مرا از عذاب پروردگار، از عذاب آتشت مرا نگاه بکن. پس وقتی که این شد، در حقیقت وجوب ذکر الله جل جلاله در کل احوال است، در همه وقت الله را یاد باید. پس این مفهوم برای ما چی داد؟ وقتی که قرآن میگه که الله را همیشه یاد بکن، پس تحدید صحیح نمیاد. ایتو نگو که اینی وقت یادش نمیاد، همیشه الله را یاد بگو، به اینی مفهوم یادش بگو. قرآن برات میگه بعد از تغییر آورنده است، پس سیستم زندگی تا دیگرگون میکنه. ببینیم که ذکر خو میکنی در کل احوال، ولی این ذکر چند صفت باید داشته باشد. یکی به خوف، یکی به تضرع باید باشد. هم از الله باید بترسی و هم عاجزانه الله را یاد بکنی. پس آن یک مفهوم قلابی را خود به خود از بین برد. آنانی که الله را یاد میکنن در حالی که نه از خدا میترسن و نه به الله تضرع دارن.
در حقیقت اونها ذاکر نیستند. ذاکر کسی که هم از الله میترسد و هم به الله فروتن و عاجز است و کمین است. قرآن کریم چه زیبا میفرماید: واذکر ربک فی نفسک، پروردگارت در دلت یاد بکن مسلمان. واذکر ربک فی نفسک تضرعا، و بسیار عاجزی الله را یاد بکن، و خیفتا، پنهان یادش بکن، پت یاد الله را یاد بکن، و دون الجهر من القول، بدون از اینکه آوازت بیرون بکشی، بالغدو والآصال، هر صبح و بیگاه، ولا تکن من الغافلین، از جمله غافلان باش. الله اکبر. شما این صفات ببینید، کل صفات است. یاد الله را میکنی، بله. پس وقتی که میخوای الله را یاد بکنی، الله را در سینه‌ت یاد بکن. میخوای الله را یاد بکنی، قرتک و چیق نزن. میخوای الله را یاد بکنی، صبح بیکار که دو وقت بسیار زیبایی است برای تذکر مجدد و برای تقسیم اوقات زندگی. دو وقت اول به تقسیم اوقات رجوع بکنی که باز هم دین است، زیرا ذکر به معنای دین بود. صبح و بیگاه به دینت یک بار ملتفت شو، احکام بگی. شب داخل شد، حکم دین در شب چیست و چی پیام میدهد. حکم دین در روز به ما چیست، چطور پیام میدهد. کلش با اینی صفات توبه، با اینی صفات مجالس اهل علم و با ترس و خوفت و اطمینان زندگی را به پیش ببر. خب بناهن آیا اگر ما خواسته باشیم که این ذکر را بکنیم در همه احوال خود با ترس و با خفیه و با یاد الله، ولی نمونه چی است؟ ولی یک نقشه باید باشد، یک سیستم باید باشد. با اون نقشه باید ما ذکر الله را بکنیم. این نقشه از کی است؟ این نقشه را ما براتون جور بکنم، این نقشه یک جناب عالی دیگه براتون جور بکنم. با کدام نقشه میریواتن دارم؟ این نقشه که صاحب یک دول بانیم، یک سرنه بانیم، یک تنبوره را بانیم، صاحب زده بریم خدایا به نام تو نوازاندیم، صاحب نامشان طریقه را زدن. همین رقم طریقه است. قرآن همین در تشریح میکند. این رقم ذکر بکن. نه استغفر الله. این نقشه برات جور شده است. و قرآن کریم چه زیبا میفرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. زیبا میگوید لقد کان لکم فی رسول الله. ای مسلمان، برای تو در طریقه پیغمبر سرمشق نیکوست. این طرف برو. برای کی؟ لمن کان یرجو الله، کسی که امید به خدا دارد، کسی که به خدا امید دارد در طریقه پیغمبر علیه السلام بیاید. و الیوم الاخر، کسی که ایمان به آخرت دارد. و ذکر الله، کسی که الله را یاد میکند. کلگی را میگه. هر کسی که این صفات داره به این طرف بیاید، این طرف بیاید. الله جل جلاله توفیق عنایت بکنه. بنابراین برای ما پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم طریقه را نشان دادن، یاد نشان دادن. استغفر الله. من هیچ نمیفهمم. یک کس بر من گفت تو صاحب طریقه چستیه را قبول نمی‌کنم، والله که قبولش کنم. گوسو پارتی چستیه پستیه تا. چی کنی به چیزی که در طریقه پیغمبر علیه السلام نباشه؟ خرطک زدن بوده باشه. لقد کان لکم فی رسول الله. برای شما در طریقه پیغمبر علیه السلام سرمشق نیکوست. او طرف برو. او طرف الگو پذیری بکن. لمن کان یرجو الله. هر کسی که امید به الله دارد، هر کسی که خدا را میخواد به پیغمبر نقش قدم پیغمبر ما رعایت بکنه. و الیوم الاخر، روز آخرت هم، زیرا از اعمال کجا پرسان میشود؟ من ربک و ما دینک و ما نبیک و ذکر الله کثیرا. تا ذکر الله جل جلاله به طریقی پیغمبر علیه السلام صورت بگیرد، به نقشه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صورت بگیرد. این ذکر منتج است، این ذکر نتیجه میدهد، این ذکر افق را فکری تا بلند میبرد، قدم به قدم به الله نزدیکت میکند. بعد از بستو عادی آدم نیستی، به نقشه را که بپذیری به نتیجه میرسی یا نمیرسی؟ حتما به نتیجه میرسی. و نقشم از من است، نقشم از پیغمبر خدا است و پیغمبر خدا از جان خود نمیگه و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحى. این یک نقشه قوی هم بوده باشد و الله این نقشه را برای ما شما داده. بناهن نقشه پیغمبر وسیله برای مغفرت و برای گرفتن پاداش و رفع منازل است. این نتیجه میرسد. هر کس که به نقشه پیغمبر بره دو نتیجه میگیرد.
گناهکار است الله گناهش هم میبخشد و دوم که رفع درجات نصیبش میشد، منازل را الله برش میده. و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. الله میفرماید و الذاکرین الله کثیرا، آنانی که الله را زیاد یاد میکنند. مفهوم ذکر خود گرفتین پیش. به این شکل هر کس که الله را یاد میکند، مردان و الذاکرات و زنان مسلمان، اعد الله برشان آماده کرده لهم برایشان مغفرتا بخشش، گناه و یک خطایی که از پیش الله برش میبخشد و اجرا عظیما و پاداش بسیار بزرگ را الله برش میده. ذکر الله جل جلاله به این طریقه که براتون گفته شدی فرض است. فذکرونی اذکرکم، الله میگه فذکرونی اذکرکم و امر برای وجوب میاد بدون شک. از اینکه شک نمیشه، امر برای چیز، برای وجوب. فذکرونی، مرا یاد بکنید. اذکرکم، شما را باز من یاد میکنم. و چه مفاهیم بسیار زیبایی را امام قرطبی در حدود 20 تفسیر در رابطه به این موضوع میکنه. چگونه الله را یاد میکنید و کل مفاهیم را بر شما میده. هر کسی که الله جل جلاله به این اسلوب یاد نکند، این اسلوب در نظر نگیره، به این طریقه پیش نرود، از خود طریقه ها را جور بکند، خود با خود مرض نفاق در دلش میاد. بعد به طرف نفاق میرود، بعد به طرف خدا نمیرود، بعد به طرف بدبختی و برای شیطان میرود. الله جل جلاله میفرماید که ان المنافقین یخادعون الله، منافقا چی میکنند؟ همیشه فریب با خدا میکنند. و هو خادعهم، و الله با این چی میکنند؟ نقشه عمل بد را نصیبش میکنند. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، چون دین خو یاد نگرفت. ذکر به معنای چی بود؟ به معنای دین بود. دین خو یاد نداره. اصل موضوع نماز است. نماز دقیقش نیست. زیشونه قراگه شورا خورده برو زوره که نماز نمیکنه. ولی چی کنی؟ در مسجد نمیره، جماعت ترک میکنه. اول دشمنی یک انسان منافق با نماز است. قرآن میگه که منافقین با خدا چل و فریب میکنند و الله جل جلاله به خاطر که اینا به اصل هدف نره، الله اینا را اغفال میکند. بعد و اذا قام نماز کن، از خاطر شرم یگان بار میخونه، خب ولی نه به معنی ازی که نماز اصل است. از نماز که چیز دیگر را، قرتک زدن را اصل میدانست. الله میگه که یگان بار که گیر بیای باز نماز میخونه. و این نماز هم و اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، با نماز هم سست و بی رغبت و بی محبت استاده میشود. یراؤون الناس، همیشه با مردم چی میکنه؟ ریا میکنند، خودنمایی به مردم میکنند. در خودنمایی دیگه چالاک هستند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، الله را یاد نمیکنه مگر بسیار اندک. صفت منافق چی است؟ الله را یاد نمیکنه. به شکلی که پیغمبر گفتن، به شکلی که نقشه برش آمده، در نقشه پیغمبر دستک زده رویستن، از خود نقشه ها را میکشن. بعد وقتی که چنین کار، این انسان از جمله غافلین میشود. غافل به معنی است که چشمت پرت بکنی میگه یه زنی تو نیست، خودت به دست خودت خود فریب بدی. انسانایی که ناخبر هستند، نه به معنی است که خدا چل میزنه، خدا غافل میکنه، به دست خودش. قرآن کریم هم میفرماید که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ای پیغمبر، ای مسلمان، ولا تطع، فرمان نبر، اطاعت نکو از کسی که من اغفلنا قلبه، از کسی که ما غافل ساختیم دل از او را عن ذکرنا، از یاد ما، از علم ما، از مجالست با صالحا، از اطاعت از پیغمبر، از اطمینان به یاد الله جل جلاله و درست فهمیدین، از انسان ها اطاعت نکن. و تبع هوا، و پیروی کرده خواسته های خود، از خودش دیگه دین جور کرده است، خواسته های خود پیروی میکنه. و کان امره فرودا، کل زندگیش تباه برباده، تیت پیده است. سیشونه هیچ چیز نقشه را قبول نمیکنه، هیچ چیز پلان قبول نمیکنه، سیستم قبول نمیکنه. که از مردم نشید زیرا وقت تضایع میکنه. این کلش که خلاص شد، بعد از با آستای کرده بر ما یک نکته را میدهد که او مسلمان
نتیجه ذکر الله جل جلاله میفهمین چیست؟ مراقبت الله جل جلاله و خوف از است. هرگاه ذکر تو، تلاوت تو، علم تو، مجلس تو، اطمینان تو به ای نیاید و این نکته نته که خدا را مراقب باید بدانی، این نتیجه باید بده. از خدا باید بترسی. دین، فهم دین، ترس از خدا. فهم دین، خوف از خدا. فهم دین، مراقبت الله جل جلاله. هر کس که این گرفت، این در حقیقت عالم است. هر کسی که در مجلسی که حضور یافتی و ترس خدا را بر تو داد، بفهم که مجلس صالح. هرگاه در مجلس ششتی که تو اطمینان قلبی را به صحت از دین و رایت گرفتی، بفهم که دین است و به این خوش باش و ترکش نکن. قرآن کریم در رابطه میگه که و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری. ببینید که ما جهنم را برای کافرها پیشکش میکنیم. و کی هستن؟ آنانی که چشمهایشان از یاد ما غافل بود. در وقتی که در دنیا بود الله را مراقب نمی‌داشت. شب و روز تیر میکرد بدون اینکه هیچ میگه الله نیست. مراقبت الله جل جلاله اطاعت را ورد میده. خدا را کسی رقیب بداند اطاعت میکنه. خدا را کسی رقیب بداند اطمینان میده. خدا را کسی رقیب بداند ترس به وجودش میاد. نمونهش ما این بارک رمضان است. خدا را رقیب میدانید. وقتی که میگه خدا مراقب احوال است، خوب تشنه هستی دستت برای او میرود؟ نه. خوب میتونی که دزدی کرده خوب او بخوری. یا تشنه برو به نام وضو بسته کوزه را بخور. کسی گریت میتونه؟ چرا خورده نمیتونی؟ وضو میکنی به احتیاط وضو میکنی که نشه قرد تیر شود. الله را رقیب میدان. ترس از خدا و علم مراقبت به الله با نتیجه چه ببین. اما انگامی که تو سر دسترخوان ششتی و انتظار آذان میکنی. الله اکبر. شما بفهم که چه اطمینان در اونجا از در دلتون و چه خوشی را خداوند متعال در نصیب یک مؤمن در مساعد میکنه. الله اکبر. والله که یک لذت خاصی که در مو حالت است، یعنی و کمک که خدا تو به ما توفیق دادی یا الله، تو به ما این نعمت دادی، پروردگار چه دینی برام دادی، گرسنگی هم تیر کردی ولی شوق و علاقت هم بسیار زیباست. این تو داری و این هم تفاوت میکنه. خب هر قدر که انسان به خدا نزدیک میشه از این مجالس به چیز دیگری باز میگیرد. یعنی اقلترین ضعیفترین مؤمن هم از این لذت میگیرد. این را خب بگذار که خدا سرت مباهات میکنه، الله سرت افتخار میکنه. الله اکبر. الله به ملائکه میگه این انسان تو گفته بوده قتل میکنه، خیانت میکنه، میکنه نه ببین الله سرت افتخار میکنه. پس این نتیجه است. هر کس که الله را رقیب بداند اعمالش جور میشه. هر کس که الله را رقیب بداند اطمینان برش داده میشه. هر کس که الله را رقیب بداند از خدا میترسد. کل صفات دین در وجود از تحقق پیدا میکند و انسان بلند رتبه میشود. و الله از این خاطر میفرماید که الذين كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری. این لذت روی انسان نمیچشد، به جهنم او انسان میره که مراقبت الله جل جلاله را از دست داده است. هر کسی که ذکر الله جل جلاله را از دست میدهد، شریعت خدا را از دست میدهد، فهم دین از دست میدهد، اطمینان از دست میدهد، دیگه انسان بدبختی است که قرآن کریم چیزی با میفرماید در سوره مبارکه طه و آیه 124 از ذکر میکند و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. الله اکبر. هر کسی که اعراض میکنه از یاد ما و من اعرض عن ذکری را گفتیم که اول به معنی دین است، فهم دین. هر کس که از فهم دین اعراض میکند، از مجالست با صلحا اعراض میکند، از یاد الله در صبح و بیگاه اعراض میکند، از اطمینان و مراقبت الله اعراض میکنند، این انسان چی هست؟ فإن له معیشة ضنکا. زندگی تنگ و سخت نصیبش میکنه. از کافر و منافق که زندگی خراب هیچ کس در دنیا ندارد. اولیاء الله وری زندگی پر اطمینان هیچ کس در دنیا ندارد. یعنی یقینا انسانی که با خدا زندگی میکند،
چنان مطمئن است که به اسلام کوالیتیش آدم نمیتونه تذکر بده، فیصدیش آدم نمیتونه برش بده. فإن له معیشة ضنکا، در دنیا خیلی رقم معیشت پر جنجال و سخت و آشوب، نفاق، مرض، مشکلات، بی اتفاقی، بی برکتی، ده ها تشویش، میلیاردر است دلش میره. کل جای اسکراس بهش گرد تا واسه که بس کس نکشه خود دلش میترسه. سیش نه کل صیحة علیهم، یک شمالک شو خیال میگه سرم از شد این حالا سرش میاد. و نحشره یوم القیامت اعما، در روز آخرت هم کور بلندش میکنم. وقتی که از قبر بلند میشه، چون خود از ظاهر خطک زدن زیاد یاد گرفته، دین خود یاد گفته، خب این سیستم در نظر نگرفته. قال میگوید ربی ای پروردگار من لما حشرتنی اعما، چرا مرا کور بلند کردی وقد کنت بصیرا، ما خود چشم داشتم راه میدیدم. الله میگه قال كذلك اتتك آیاتنا، و تو خود دین آمد، و تو یک طریقه آمد، فنسیتها فراموشش کردی، و كذلك اليوم تنسى، امروز تو را فراموش میکن. مالی دمی چقریا بخی و بخی. عزیزان، نتیجه از کل موضوع چی مبرد؟ نتیجه آخریش که ذکر الله در همان عبادت الله است. ذکر چی شد؟ کلا مجموع چی گرفتن؟ مجموعا دین و با کل نصوصی که جمع کرده نتیجه شد ذکر یعنی عبادت الله. ذکر یعنی عبادت الله. الله می فرماید که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در فی بیوت، در خانه ها. بیوت در اینجا چی است؟ مساجد است. در اینجا مساجد است. ان ترفع این که بلند کرده شود، و یذکر فی اسمه، و یاد کرده شود در او چی؟ یاد الله جل. مساجد برای عبادت است. پس مجموع ذکر الله یعنی عبادت الله. آلی پس این کل نکته را که گرفتیم، این نصوص ما شما را به چی داد؟ مصطلح ذکر الله یعنی اصطلاح ذکر الله چی مفهوم را بر ما داد؟ اولش ایمان به الله جل جلاله، ایمان به الله جل جلاله. دوم مفهوم ای بر ما داد که خضوع، فروتنی و عاجزی به الله سبحانه و تعالی. سوم مراقبت الله جل جلاله. پنجم حیا از الله جل جلاله. ششم ترس از الله جل جلاله. هفتم محبت با الله جل جلاله. هشتم طاعت از الله جل جلاله. نهم ایثار به امر و رضای الله جل جلاله، هر چیزی را قربانش میکنی. و قرائت الله جل جلاله و عمل صالح در کل مفهومش و نتیجه کلش در نماز. نتیجه کلش در نماز. خداوند متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه که ذکر را به این مفهوم و به این شکل یاد بگیریم و به این شکل انشاءالله درسای بعدی خود را بنیان بگذاریم. از این بعد به این سیستم میریم تا که خداوند متعال در وجود ما شما تغییر را ایجاد بکنه و وسیله شود به قرب ما به الله جل جلاله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة كل اسم سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.